هرچی سلام علیکم به همه بینندگانی که این خودتون نشون میکنند. بعدا ببینید در تمام جای اروپا میگیم که یک شرایط چی در باغ است، چی در لب آب است، چی یک راه سفر میبره، یک شرایط آماده کردگی است که این چیزا آماده هستند، یعنی در همه جا заводской ساخته شده و جای موسر پرتایش هم داره، جای آب، همه شرایط. هر جا که سفر کردی یک مونده شدی میتونی که در یک باغ یا که در یک پارک یا در یک لب آب یا در یک لب راه همراه تینم خیلی نزدیکتر همراه تینم خیلی میتونی که از دوسه برده گوشت گیری مارینواد کرده درونی پاکتا کرده. هر جایی که مونده شدی میتونی که خیلی علو کنی، مونی در بولوش گویم که شاشلیک نخری، دیگر خوراکا نخری و خودت آماده کنی در راه بخری. باز مثال گیریم میره اون طرف استاینکا با ماشین تا میگیری میره داشینه که کارتشکا کورا میگیری امروز جوشونده امروز پیوز قطی میوری در اینجا یک بار علو دامی پزی میشوه شاشلیک یا اینکه گریل این چیزی که خوری همون میشوه. برای همو مو همچون بگیم شهروند جمهوری تاجیکستان مو طلب میکنیم خواهش نه بلکه همو نو بکلایی که بنام پرزیدنت و بنام نمیدونم دیپوتات و بنام رئیس شهر بنام یک علا ششتگیان صف گوساله واری نشینن آماده کنن راهاتون پولاکی است، پول میگیرین از مردم، آماده کنه بین خوجند دوشنبه و کلوب و غیره جایهای نمخه شرایط هر یک 5 کیلومتر ده نمخه شرایط آماده کنین، بسین آماده کنین، آماده کنین، این خیلی چیزا آماده کنین. یک راننده ای که همون طرف خوجند هم روه یا که از خوجند دوشنبه روه یا از دوشنبه کلوب روه بگرده بیا یک جای استراحت داشته باشه که همراه فرزنداش از شهر مثال گیم یک 4 تا 5 تا لینگ مرغ گرفته همین خیلی مارینواد کرده هم یک برای رو هم پوتیوچنی مایوفکا میشوه در کوچه مثال گیریم وقتی گرم میده و هم شکمش سیر راست خود دیگر نمیکنه در راه کمرکش هم میگیره خیلی میبره پخت خورد قطی کودکاش هم کودکاش خرسند میشوه که در یک پریرو در یک جای هوای تازه شیشته چیکار کردن یک خوراک خوردن. این بود پیغام ما برنامه گفت که همو گپا که بنام دیپوتات باسوادای تاجیکستان. خلاص دوستای عزیز بو نوار میکنیم و سفر دایم راه داشتم راستی اینم خونه گرفتگی چیزا هست هم 4 تا لینگ مر و گویم پیاز میوز کرده مونده بودیم کمتر چکه پکه انداخته اینه تیار شد آماده شد عبیتی ما میشینیم عبید میکنیم و بگیم که بازم میریم درش. نم خیلی هموطنای عزیز یعنی که چیزا رو ببینین اپوزیسیا چی میگه معنی گپی اپوزیسیا طلب اپوزیسیا آبادی کردن و پیشرفتن نه اینکه در 400 دقیقه قدی در ایرپورت شوکت میرزییف پیش گرفتن پیشواز گرفتن رقص بازی کردن 20 مینوته سفر شوکت میرزییف ده یکنی ما کودکا در اونجا برام رقص کنن. این همین چی است؟ این همین قدرخوان است یگان جای تینی نداره اینجا این درش است این میشوه میتونه که این یکم لینی دیم لینی سیم لینی اگر علاوه بالا باشه میتونه که بالا مونی این هیچ که دزدیده گرفته برده نمیتونه اینم خیلی سوختگی هستن هم نزدیک بگیره که همه اگون دلبایی به دیپوتاتی ما را کلاش کار میکنه که این همین خیلی این همین چیز است این همین آموده اینه یکم گرمت پستر شید دیم ده میخنبونی از او پس شید پسلیدنی سیم ده میخنبونی میشه و آموده همین چیز سوخته موندن در عقل تو نمیگیره. این همین قدر چیز دو آدم میتونه در اینجا خوراک آماده کنه اد نوریمی نه شاشلیک شکنه یک آدم از این طرف یک آدم از این طرف ما تاری 3 تا 4 تا کرده مونیم در راه روننده خرسند میشوند سفرکی ها خرسند میشوند این طرف هم رفت میدونه که در فلان جا میروه یک هم خیلی جو است همراهش میگیره 1.5 کیلو گوشت یک چیزه مارینواد کردگی این هم خیلی باغچه سوز نخی بخدا عقل نباشه جون در ازا گفتگی گپ همین است عقل تو نیست که جون خود تو نه شما جون ملت در عذاب موندید. سلامت باشین ولی خروک همه خریم با بگیم راه چی خیلی удобство داره برای شما باز کوتاه هم خیلی نوارو کده
میمونیم.